شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 12. در هر جای حکایت‌های کم نمک خود مثل آن که با آشی بریده کشنیج و ریحان می اندازند، برای خوشبوی و دلکش گردیدنشان 1 تا 2 تا مقال و ضرب المثل پرتافته می مانند. دختران اولی تلوخ به 2 کنج لبان خود خال درخشان می زنند. بگذار مقال و ضرب المثل های نسل من مثل آن خالهای روی دختران باشد، چونان که سنگ ناسفته را به دیوارهای هموار می چسبانند. من هم یادداشت و سطرهای دفترچه خاطراتم را به حکایتهایم می پیوندم. هر خیل سنگ به دیوار موافق نماید. گاهی که چنین سنگ ها را به دیوار اثر چیده حکایتم را دوام می دادم. در من حسیات پیدا می شد که آن را آدمان دیندار می دانند. نماز بریده شده باشد هم دوام می کند. در چنین حالتها سنگی ناموافق را از دیوار کوچانیده گرفتنم لازم می شد. اینک من از شعر و سرودهای پرتلاطم به حکایات آرام به نثر می گذرم. ولی من از سرود موقتا جدا شدنی باشم هم سرود از من جدا شدنی نیست. وی مانندی گربچه مهربان هنگام خوابم به بغلم می درآید، به مثل شعاعهای آفتاب که صبح از پس قله های کوه پاش خورده می برایند، برابر کشادن تیریزه هایم نزدم می آید. وی همراه قطره های آخرین و با مزه ترین شراب در ته جام مرا انتظار است. وی در همه جا از قفایم پاییده می گردد، چون زنی که در حقش بناخواست خیانت کرده اند. پاییده به دست می افتاند و پیش راهم را گرفته می گوید تو بی شوخی از من جدا شدنی هستی، لیکن اندیشه نما که به من زندگی کرده می توانی. تو نخچیری و به کوهساری سیرون عادت کرده ای. تو آزاد ماهی و در یخابی تیز آموخته شده ای. نخود گمان کنی که کلی آرامی آبش گرم معقولت می شود. خیر، چی علاج؟ مادام که از من رفتنی هستی، بیا اقلا هنگام ویدا کمی نشسته به هم راست بگوییم. نظم، مگر نمیدانی که من هیچگاه از تو دور شده نمیتوانم؟ آیا از تمام شادی و سروری که در دلم پیدا می شود، از تمام اشکهای غم و حسرت که از دل و دیدم برون می آید، جدا شدن می توانم؟ تو به دخترچه مانندی که وقتی به دنیا آمدنت همه امیدواری پسرچه بودم. تو به دخترچه مانندی که با تولد خود گویا چنین گفتنی است: میدانم که شما مرا چشمدار نبوده و حالا یگان کس از بین شما مرا دوست نمی دارد. خیر، میلش. حالا نگاه کرده ایستید من کلان شده کمال یابم، کاکلهایم را بافته به تخت پشت پرتایم و سرود خوانم. بعد میبینیم که در روی زمین آدمی به من دل نمی بستگی یافت می شود یا نه. نظم مهنت آن است که در فارغش آسایش است، سفران است پس از گردش آرامش است. تو مرا هم سفری همدم راحت هستی. سر گهواره من علی مادر بودی، آرزوی شرف و فصل گلی تر بودی. توأم عشق تولد شدی اندر دل من، عشق با من به جهان آمده بود ای همتن.
بچه بودم به نظر بنمودی مادری من، بدمی موی سفیدی تو چو یک دختری من. مهربان گردی و پیرین گرامی داری، از جهان در گذرم حرمت من می داری. گاه اندر نظرم قله پانار است و گاه پرنده رام نغمخان دلجو. تو پری پروازم، تو سپری سربازم، نظم هر چیزی من استی بجز آرام و فراغ. غافل از طبع تو خدمت کنمت بی غم و داغ. آخری کار کجا و سری راحت به کجاست؟ سفرم سوی کجا کو نفسی عیش و صفاست. تو مرا رنج رهی همدم راحت هستی، تو مرا عیش و طرب ظلم اسارت هستی. پدرم می گفت برای اینکه دهان آدمی لقی بسته شود باید پیری عزتمند یا کسی از مهمانان سخن گیرد. اگر لقی بعد این همه گپ فروشی خشک و خالی خود را بس نکند، سرود خواندن لازم. اگر سرود هم تأثیر نرساند، در آن صورت به ابا از جفتی گریبانش گرفته از خانه بیرون کردن ممکن است. هر آن کس را که با لقیدنهای خود سرود را خللدار می کند، یک مشتی آبدار نیز زدن جایز است. نظم خودت از دیگران بهتر میدانی که گپ فروشی ها در حق تو را بهتر و بلندتر کردن نمی توانند. آیا با گپ آبروی سرود را بلند برداشتن ممکن است؟ آیا از جمکی چاینک آب ریخته موج دریا را پرزور کرده می شود؟ آیا با پف کردن قوه باد را افزودن ممکن است؟ آیا با یک توده برفا حشمت کوه آسمان بوس را افزودن ممکن است؟ آیا با نوع و دخت لباس و طرز موی لبمانی مهر مادر را نسبت به پسر فزونتر کردن ممکن است؟ نظم به تو من یتیم می بودم. نظم جهان به تو چغار شیرتاب است، به غفلت از فروغ آفتاب است. و یا چون آسمان بی ستاره و یا چون عشق بی بوس و کناره. جهان چون بحر بود اما نه نیلاب، جدا از سیرونی آرامش باب. و یا باغ تهی از سبزه و گل، نه پیدا بلبل نه سفت گلگل. درختان بیبر و برگ و سرازیر، نه گرمای و نه سرما یک مه تیر. بنی آدم همه وحشی و نادار، سرود اصلا نبود در عالم خار. آورها میگویند شاعر 100 سال پیش از آفرینش عالم تولد یافته است. آنها با این ظاهرا گفتنی هستند که اگر شاعر در آفرینش عالم اشتراک نمی داشت، عالم چنین زیبا نمی شد. ما 3 دادر و 1 خواهر بودیم. همشیره ما از همه ما کلان بود. بردوش او چون بردوش هر یک زن کوهستانی، مهنت و مشقت و غم و غصه های زیاد افتاد. پدرم به ما بارها می گفت شما 3 نفر، خواهرتان 1 داد. از او با خبر باشید، غمخواری کنید. در روی زمین از خواهر نزدیکتر و مهربانتر کسی نداره. این گپ حق است. خواهرم شخصی از همه عزیزی من است، ولی من خواهری دویم نیز دارم و نمیدانم کدام از آنها برایم عزیزتر است. خواهری دویمم نظم. به آن زیستن نمی شود. بعضا من خود از خود سوال می کنم که جای نظم را چی گرفتن می تواند. البته من کوهساران، برف و باران، دریاهای دمان، اختران، آفتاب و ماه، آب و نان هم دارم. ولی کوهساران و باران، آفتاب و گلزاران به نظم و نظم به آنها وجود داشتن می تواند مگر نظم نباشد کوهساران و سنگتوده ها، باران و مرداب دلناکش
آفتاب به جسمی گرمی دهنده آسمانی تبدیل خواهد یافت. خود از خود باز سوال میکنم جای نظم را چه گرفته میتواند؟ البته کشورهای دور، خوانش بلبل، آسمان، تپش دل انسان، این همه وجود دارند. اما به نظم هیچ چیز اهمیت و معنی حاضری خود را نمی داشت. به جای مملکت‌های عجیب دوردست، مفهومات جغرافی، به جای اقیانوس آبنبار نادرکار، به جای خوانش مرغان به هم فریاد زدن پرندگان نر و ماده، به جای آسمان لاجوردی آمیخته گازهای گوناگون، به جای تپش دل گردش خون می بود و بس. البته لطف و نزاکت، مهر و محبت، حسن و ملاحت، دلاوری و شجاعت، کینه و عداوت، افتخار و سرفرازی بر این مفهومات نیز هستند. اما همه این مفهومات را نظم و نظم را آنها با وجود آوردند. آنها به نظم و نظم به آنها وجود ندارند. نظمم برا با وجود می آورد، من نظمم را. ما به یکدیگر زندگی نداریم، زیاده از این عموما وجود نداریم. من مشک و استخوان دارم، چشم آدمی دیده و معین کرده نمی تواند که کدام استخوانی من بتون و با قوت، کدام شکسته و سپس پیوند شده است. اما شعاعهای رنگین مغز اندر مغز تنی مرا روشن می کنند و هرچی در وجودی من نهان است در پیش چشم آدمان پدیدار می گردد. دلم از قبرغه و ستون مهره و شوشم دیده در جای باسم عمیق‌تر و معتمدتر نهان است، ولی انوار نظم وجودم را روشن می سازند و تمام جنبش‌های دل من به آدمان عیان می گردد. دل من چون در روی کف گشاده و سفید است. انوار سحرانگیز نظم آن را روشن ساختند و مردم مغز اندر مغز مرا می بینند. ماشین حاضره حساب براری هزارها سیمچه و چشمک ها دارد. به آن حل برنامه های مرکب ترینی از رقم های زیاد عبارت را می سپردم. قوه برق با سیمچه و چشمک های بیشمار حرکت می کند. همین پراتس ها را که در این ماشینی مرکب به عمل می آید هیچ گونه چشم و معینه آدمی در بر گرفتن نمی تواند، ولی بعد رقم معینی حاصل می گردد که آن جواب و نتیجه آخرین این پراتس است. کسی نمی داند که در رگ و رگشه های بیشمار وجودی من چی تأثیرات و محبت، چی عداوت و نفرت جریان دارد، ولی بعد شعر به وجود می آید که آن محصول آخرین و عالی ترینی از تأثیرات حیات بیرون آوردن دلی من است. من روی زمین را بسیار گشتم، گاه پیاده، گاه اسب سوار، گاهی در هواپیما تکیه بر پشت کرسی داده گویا پینک می رفتم. باری در وگان، باری دیگر در اتومبیل دوان می رفتم. مردم مرا در پیاده راه یا سواری اسب دیده شاید می گفتم انا رسول غمزه. یک خودش می رود، احتمال از تنهایی دلگیر باشد، ولی من هیچگاه تنها نیستم. خواهرم نظم دائما همراه من. ما یگان لحظه از هم جدا نمی شویم. بعضا حتی در خوابم شعر می نویسم یا شعرهای پیش نوشتم را به خاطر می آورم یا شعری شاعران یکدیگر را از یاد می خوانم. پیشتر من گمان داشتم که در روی زمین شاعر خیلی کم است. ممکن شاعران در بین آدمان دیگر دلگیر شوند. هر کس در زندگی شوق و هوسی دارد، یعنی آنچه در بارش با رفیق یا همسایه گفتگو کردن ممکن است، مثلا کار، زن، خانه، معاش، روز استراحت، ماهیداری، کناروی، بیماری. من گمان داشتم که شاعر البته درباره این همه با آدمان صحبت کردن می تواند، اما ادراک شاعرانه و نظمی او را کی فهمیده و شریک شده می تواند. ثانی‌تر می فهمیدم که آدمی ناشاعر نبوده است. هر کس کمی طبع شاعری داشته است.
چنان که آشنا به خانه آشنا مهمان می شود، شعر هم به دل هر کس حتما تشریف می آورده است. شوق سرود در دل خلق ما چون مهدی فرزند طبیعی و سریع است. آره، ما هم شاعریم. فرق ما تنها در آن است که بعضی ها شعر می نویسند چون که نوشته می توانند، دیگران نیز شعر می نویسند چون که نوشته می توانیم گفته می پندارند. گروهی سیوم هستند که تماما شعر نمی نویسند. شاید شاعران حقیقی همین سیومی ها باشند. زمانی بود که من شعر نمی نوشتم. مگر آن وقت من شاعر نبودم؟ مگر تپش دلم سستر و گرمی خونم پستر بود؟ مگر مرا غم و غصه کمتر عذاب میداد و شادی و سرور کمتر شاد میکرد؟ مگر عزم دانشجویی من سستر بود؟ مگر چشمانم حسن و زیبایی زمین را از حاضره کمتر میدیدند هنگامی که پرده ابرهای سیاه میدرید و از کاداکشان ستاره کلان نیلوفری را میدیدم؟ مگر دلم کمتر به شوق میآمد؟ مگر شیلدراسی آب جویباران به گوشم آهنگ سروده را نمی رسانید؟ مگر از شنیدن صدای پرواز ترنه ها و شیهه اسب‌ها دلم بیقرار نمی شد؟ دمی که سرودی قدیمی و قصه های شجاعت اجدادمان را می شنیدم، مگر به چشمانم اشک چرخ نمی زد؟ یادم می آید در آوان بچگیم اسبی همسایه را بانی می کردم. مکافات همین بود که همسایه بر عوض 3 روزی اسبانی هم یک افسانه می گفت. یادم می آید که آن وقتا به کوه نزدی چوپان ها می رفتم. نیم روز رفتن و نیم روز آمده بود. برای آن می رفتم که یک شعر شنوم، ناکی انسکولی باشد و انگور نیمرینی، اصلی بوسرینی و سرودی اوری. یادم می آید که وقتی صنف دویم خواندنم از اولمان صده برآمده به پایراهای فزار و نشیب کوهستان با اولی بسره که 20 کیلومتر راه بود رفتم. آنجا یک پیرمرد آشنای پدرم که شعر و سرود و روایت‌های دینی را بسیار میدانست زندگانی میکرد. پیرمرد 4 روز از پگاه تا بگاه شعر و سرود میخواند و حکایت میکرد. من تا میتوانستم گفته های او را نوشته میگرفتم. 2 چشم خورجین را پر شعر و سرود کرده خرسندانه بر میگشتم. بالای اولی بسره کوه است. وقتی که سری آن کوه برآمدم، چند سگ کلان کلانی گیرنده از کجای پیدا شده سویم حمله آوردند. کمش 10-12 سگ بود. آنها از روی سبززار مثل تورپیده هایی که از روی موجها به دیواره سیاهی کشتی پریده می روند سویم می تاختند. دهان کشاده و دندانهای زردی سگ ها را بر علا می دیدم. اگر 1 دقیقه دیگر می گذشت آنها مرا پاره پاره می کردند، ولی همین دم فریادی چوپان به گوشم رسید. خواب رفت نجون. خود را به زمین پرتافته پرو خوابیدم. از ترس اقلا مویم را نمی جنبانیدم. به فکرم حتی نفس نمی کشیدم. فقط دلم گرس گرس می زد و گمان می کردم که صدای آن را در اطراف می شنوم. سگها نزدم آمده حیران شده ایستادند. خودم و خورجینی پر از شعرم را بوی کشیدم. آنها گمان کردند که سهو شد و با حیرت به یکدیگر نگاه کردند و تاخته رفتند. صورتی من در پیش نظرشان بود. بنابراین میخواستند مرا دستگیر کنند. سگ‌ها پس از مدت در گردش کوه غایب شدند. تا برمی گوسفندانش رسیده آمدن چوپان نجنبیده خوابیدم. تو پسری کی؟ من رسول پسری غمزت صدگی. من قصدا نام پدرم را گرفتم که چوپان شنیده شاید به من مهربانتر شود و طرفم را گیرد. در این کوه چی کار میکنی؟ به بسره برای شعر رفته بودم. انا در خورجینم. چوپان شعرها را از خورجین گرفته ورق زده دید. تو هم شاعر شدنی؟ این خیل باشه چرا از سگ‌ها ترسیدی؟ سگ‌ها چی؟ در راحت سگ‌های حمله می آورند که گفتن ندارد. آنها این سگ‌های من بر این شعر را بوی کشیده مانده نمی روند. لیکن تو نترس. از هیچ چیز ترسیدن در کار نیست.
میدانی این کدام کوه است؟ حاجی مراد در وقتش بدرقه ها را فریب داده از این کوه پریده است. بدرقه ها 2 دست به بینی ماندند و حاجی مراد نجات یافته است. در کشورت حتی کوه ها مدد می کنند. پیشتر گمان داشتم که حسیات و هیجان دلم، محبتم و حتی جوشش خونم این همه موقتی هستند و زود گشته می روند. اینک موی سرم سفید، فرزندانم کلان، کتابهایم کهنه شده‌اند، اما هیچ کدام این حسیات مرا ترک نمی کنند. نظمم برایم از همه صادق‌تر برآمد. اکنون من به آن رو می آورم. نظم، تو مرا هنگام سیاحت‌های دورم در روی زمین و در زندگی تنها نگذاشتی و حالا که به بحری بیکنار و هموار نثر شنا کردن می خواهم نیز تنها نمی گذاری. می دانم که حکایه را به قافیه در آوردن معنی ندارد. حکایه خوبی را به شعری سست مبدل نبودن ممکن، اما نظم در حکایه چون نمک در آش است. آخر نظم نمکی تمام حیات من است. حیاتم بی نظم، بی نمک، بی مزه می بود. در کوهستان ما هنگامی که پیش میهمان طعام می گذارند آوردن نمکدان را نیز فراموش نمی کنند. نثر دورتر پرواز می کند، نظم بلندتر. نثر به هواپیمای کلان شباهت دارد که کره زمین را آرامانه دور زده می تواند، اما نظم چون به هواپیمای قیر کننده و قطع کننده از جایش تیر برین راست به آسمان می براید و در یک میژه زدن به هواپیمای نثر هرچند آن بلند پرواز باشد رسیده می گیرد. در کتابم نمودهای گوناگون ادبی را به هم آمیخته و این کتاب را بیرون از حدود اوریستان فرستاندنیم. چرا نفرستم؟ شعرهای ما به دل خوانندگان بیرون از حدودهای داغستان کیها راه یافتند. بعضی حکایه ها نیز راهنمای سفر گرفتند، اما دراماتورگی ما هنوز در خانه نشسته است. شاید انکیته هایش را از نظر گذرانیدند یا رفتار و اسلوبی خوب را کمی یاد گرفتنش لازم است. اگر من خیال دراما نوشتن می کردم جای واقعی آن تمام داغستان، اولها، شهرها، این چونین همه مملکتها و تمام جهان می شد. آرایش آن کوهساران، زمین و آسمان، دریاهای روان، بحرهای درمان می شد. زمانی واقعی آن اثرهای گذشته، روزهای حاضره و تمام آینده می شد. هزارها سال را با لحظه ها می آمیختم. اشتراکچیان آن هم خودم می شدم، هم پدرم، هم فرزندانم، هم دوستانم، هم آدمانی که کیها از عالم چشم پوشیدند، هم آدمانی که هنوز به دنیا نآمدند. آن درام کتابی اساسی من، جنگ و صلحی من، دان کیخوت من، مسلکه الهی من می شد. ولی من نه فقط به نوشتن درام جرأت نمی کنم، بلکه به دیوار کتابی آیندم حتی یک خشتی دراموی گذاشتن را روا نمی دانم. درام نویسی را به وقت دیگر، بلکه به نویسندگان دیگر وامی گذارم. من به شعر و نثر قناعت می کنم. به نوبت گاه از این و گاه از آن می نویسم. شعر، اسب سواری و نثر، پیاده گردی. پیاده باشی دورتر می روی، اسب سوار باشی زودتر به منزل می رسی. گاه پیاده می گردم، گاه زین سوار. توانستم را حکایت می کنم، نتوانستم را می سرایم. هم جوش و خروش جوانی دارم، هم خرد پیری. بگذار جوانی بسرایت، خرد حکایت بکند. در وجودی من خصلت‌های مختلف نهانند. من گاه با دست ماچه های آخری لب و دهان پاک کرده، انگشتر را به دست چپ گرفته با وقارانه طعام میخورم. گاهی به همدیارانم روی سبزه نشسته دو دسته گوشت گوسفند میخورم و از بالایش بوزه را نوش جان میکنم. وقتی از شهر به کوه رفتنی همراه هم می ناب و میوجات میبرم. هنگامی که از نزد چوپانهای مهمان نواز به شهر برمیگردم
گوسفندی بتون را برای زین پرتافته می آیم. آخر بر هم گاه مهربان و گاه مکار، گاه بدخشم و گاه غضببار است. مانندی همین در وجود من خصلت‌های مختلف میهانم. بار دیدم که در لب جر جوان و دختر در آغوش همدیگر می نشستند. فقط طرحشان می نمود و بس. آنها یکدیگر را چنان سخت به آغوش گرفته و به هم آمیخته بودند که یکی را از دیگری فرق کردن ناممکن بود. عیناً مانندی همین در دل من غم و شادی، اشک و خنده، قوت و ضعف هم مکانند. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفووا. پایان گفتار 12.